سلام دوست به آموزش میخوام به شما نشان بدم چگونه ما وقتی که به طور مثال یک موضوع رو در ورد نوشته کردیم، به طور مثال ما یک موضوع نوشته میکنیم و این را تغییرات میاریم، به مثلا یک رنگ میتیم دیگه به خطش همچنان بک‌گراندش تغییرات میاریم. به طور کل سر دیزاین میام، سر کالر به طور مثال این رنگ این رو قسم کردیم میخوایم وقتی که پرینت بکنیم این بک‌گراندش هم به پرینت بیاد. وقتی کنترل پی بگیم سفید است به ما بک‌گراند، خیلی بک‌گراند تغییرات آوردیم، چرا بک‌گراندش به پرینت نمیاد؟ ببین سفید است. حالا بیان به شما نشون بدم چگونه بسیار با آسانی میتونیم بک‌گراندش رو به پرینت بیاریم. سر فایل میام سر آپشن و همچنان میام سر دیسپلی، میام به پایین سر فرمتینگ، سر فورمتینگ آپشن میام سر پایین سر پرینت بک‌گراند اند کالر اند ایمیج، پرینت بک‌گراند کالر اند ایمیج این فعال میکنیم، اوکی میکنیم، تمام. حالا کنترل پی بگیم ببینیم پرینت آمد. وقتی پرینت بکنیم اینم تو بک‌گراندش تغییر آورده چی میشه؟ پرینت میاد. اگه این آموزش خوش اومد لطفا کانال ما را سابسکرایب بکنید و چنل ما را دنبال بکنید. سلام علیکم.